عالیلاس عالی. خب بچه‌ها امروز من یه لوکیشن خیلی جذاب پیدا کردم. همونطور که می‌بینید ما یه عالمه حیوان می‌بینید. من فرستادم لوکیشن نه تو فقط سرچ کردی و اومدی. نه 10 تا جا من زنگ زدم سرچ کردم اجازه فیلم برداری داشته باشیم، اجازه ویدیو گرفتم، همه چی رو من در آوردم و این هر بار میزنه به نام خودش میگه بچه‌ها. 3 ویدیوی آخر همه میدونن که کاملا من پیدا کردم. 3 ویدیوی آخر فقط 2 تا ویدیو. وایسا امروز در ادامه سفرهای گذشته‌مون اومدیم و آوردمتون یه جای خفن که پر از حیوانات خفنه و یه سری خزنده خفن قراره الان این در ادامه بهتون نشون میدم که چه اتفاقی قراره بیفته و چه جوری قراره پیش بره. برو بریم. 3 2 1. خب دوستان وارد شدیم به محیط اصلیمون و جای خفن خیلی چیزای باحالی داره این پشت. اون چیزی پیدا کردم من. بچه‌ها کاهو گرفتیم. بعد کاهویی که گرفتیم هویج و اینا هست. بازار به یه قاز وجود داره. می‌خوایم بدیم به قازها. بخورم این همجاش رو. من قراره خرگوش بغل کنم. مطمئنم قراره خرگوشا متنفر باشه از این حرکت و هیچ دوست نداریم بغلش کنیم. من علاقه شدیدی به مرغ خروس دارم. خود بوغلمونه این؟ بله. لاک‌پشت‌ها اصلا دندون ندارن هیچ کدومشون، ولی اینقدر لبشون قویه راحت میتونن همه چیز بخورن و لاکشون جزء اسکلت بدنشونه، جزء استخونشونه، جدا نیست از بدنشون. سلام علیکم. چه پوست عجیبی داره. یا چه از تو میترسه؟ فکر مثلا خود خیلی آدم خوبه. چقدر گرمی تو. چرا شبیه آلبانو انگار ساندویچ گرفتی دست. یه ذره صافت‌تر این که اذیت میشه. دستی جاقتو ببین. آقای آناناس. خانمی آقا؟ خانم گفتش دیگه. خانم آناناس. چه بیا سلام علیکم. ببین چقدر گرمه. آره واقعا چقدر داغه بچه‌ها. حرام. یکم نازت کنم. زیر چی چیزی زیر چی داری؟ نه مثلا داره زیر لاک‌پشتو ندیدم. بازم ببینم یعنی چی؟ چیزی نیست. دومشو دیدی؟ ببین نصفشون دست زنی داشتیم می‌فهمن. چیز داره. حس کرد داره. درست داره. بدنشون حس می‌کنم. نکنه داره. شباهت. یه چیز عجیب داره نگاه میکنه. خیلی دوم داره. آره دیگه گفتم دوم خوشگلی هم داره. خیلی باحاله. خب خانم آناناس بیشتر از این اذیتت نمی‌کنه. آره برو. شبا بیرون میاد و غذاش حشرات. دومش رو می‌بینیم باد کرده. این ذخیره چربیشه، وقتی غذا پیدا نکنه از این استفاده میکنه مثل شتر. اسم زئوسه و یه آقا پسر. مارمولک ها هیچ کدومشون دومشون سمی نیست و سیانور نداریم، کاملا اشتباه و خرافات. اصلا نداریم تو دنیا همچین چیزی. دستونو بیا اینجا داشت هرکی دوست داره. بچه‌ها من برعکسش کردم خیلی حال کردم. برعکسش نه اون بعدی دوست نداره. اون شکمش ناز میکنی دوست میکنه خودشو. نمیدونم ما یه مولک داریم. وای چقدر خوشگلی تو پلنگی. دومشو ببریم میمیره؟ ذخیره چربیشه چرا باید دومشو ببری بیا. میشه کبابش کنم. خیلی گفتش خوب. ذخیره غذایی نامحدوده چون سمی. بچه من خیلی مشکوک نگاه میکنه. خیلی وایساد. ناراحت اینم گوشش یه اینجوری هم کرد. هی بکن بخوره کم. نکن. اصلا خوشش نمیاد. اصلا خوشش بچه با من اصلا حال نمیکنه.
فرزندم قراره خرگوشا متوفر باشه از حرکتایش دوست نداریم بغلش در همین موضوع به دنبال مهر محمد و شفاعت خداوند کریم باشیم، چرا که تنها همون رحمت بیکران و لطف خداوند. بگم میخوای تکون بخوری؟ غذاش حشرات میوه است، تخم پرنده است. چرا؟ چون شبیه کوبیده دوم بلندش هم نشون میده این آقا و بچه استرالیا است. چرا زبونشو میاره بیرون؟ برای اینکه مثلا میخواد شما رو بترسونه. چقدر داغی. بچه چرا من اینجوری نگاه میکنه؟ مشکل داره اینا. واقعا اون یکی هم من حال نمیکرد، دستم وایساده رو تکون نمیخورد. این نمیدونم ولی واقعا خیلی با دست بدم واقعا همش حال میکنه. زبونشو در آورد. گفتن که زبونش که دربیره من حال نمیکنه. خواستن جدیدن داره رو برش میاد و سلام خونه نگرد. اینا همشون حیوان خونگی. حیوان خونگی اصلا از همشون بیاد. من 2 تا گربه دارم، 2 تا گربه هم با این به عنوان حیوان خونگی چه؟ آره این دقیقا مثل گربه بوسدی. گربه ها اینو نمیخورن نمیارن؟ بده دست مرد آلفا زبون نزن بره بخواد آدم فرار کنه لیسکشت میکنه. زیر دستشو بگی، اینجوری زیر بگیر دستشو پر کن، حالا بیا بالا. اصلا علاقه به بابا میخوام من فرار کنم همش بابا وایسی شاید میخواد لیسکشت کنه. باز داره من نگاه کنه نکنه زبونش پیش تو اومده فقط داره میره بیرون. من حال نمیکنم بچه اصلا دوستت نداره. زیر چه شکلیه؟ چی میخوای زیر هماشونو ببینی؟ زیر حیوانات رو ندیدم با دستش داره هولت میده. خود بره زیر دستشو باید بگیری، پر اصلا کن. علاقه بهش نداره ما. با دستش رو هوا نباشه. رو هوا. بچه حتی خزنده ها با ما هم حال نمیکنه. نمیخوای؟ این با شخصیت ترین خزنده ماه. ما اسمشو گوشیم جنتلمن. چرا با شخصیته؟ قیافه‌شو نمی‌بینی؟ اصلا قیافه رو ببین جنتلمن کلا. سیسو چه عجیبه بگیری. اسمش اژدهای ریشدار یا بیرد دراگونه. این ریشاشه که ریشاشو نزده. بچه استرالیاست و غذاش حس خوشمزه است. اگه گفتین چی می‌خوره؟ موش خوشمزه است. بدمزه است. لازانیا؟ لازانیا ما سوسک میخوره. نه آره سوسک. برای این خوشمزه است. ولی سوسک توت ایمان فرنگی هم هم می‌خوره. دوست داره. بعد سوسک دوست داره که توت فرنگی و میوه رو بخوره. آره همین چند دقیقه پیش یک کم دوم موشه بلندش هم نشون میده که این آقاه و بچه استرالیا. این داره خوب نگاه میکنه بازم بره من نگاه میکنه خدا شما چقدر مشکل داره شما چقدر بچه خوب این زبون در نمیاره. نه ولی زبان درازی داره. ما غذا خوردن زبانشو میاد. چقدر نرم اینقدر شکمش گنده است و داغی قشنگ مشخصه. حقیه آره حقیه اسمش چی بود؟ جنتلمن. آقای جنتلمن باز اینجاش داره داره بعد خال داره. باز داره من بعد نگاه آره ما هم خیلی بد داره حمله نکنی. تکون نمیخورد تو دست. حمله نکنی اگه بر بگیر فیسشو بگی فیلم من نگاه میکنه نگاه بابا بلم کن ترکینگت میکنه. این یه بال پایتونه. بال به معنی توپ، چون مثل توپ بیشتر وقتا گیر میشه. غذاش جوندگان و پرندگان. موشه اینقدی رو میتونه درسته قورت بده و خفه کنه. خورده. اینا اصلا نیش نمیزنن، سمی نیستن، فقط میتونن زبون درازی کنن. چرا؟ چون مارا چشماشون خوب نمیبینه و زبونشون میتونن چیکار کنن؟ بو کنن و اطراف حس کنن. سلام. الان باز من حال نمی‌کنم من باز باشه سلام. چه نمیپیچه؟ بپیچ. هم قیافتون ناز کنم. اسمش چیه؟ نیل؟ رود نیله چشاشو میشه از نزدیک چشاشو بگیری که چشاش البته تو پوست اندازیه چشماش که دل شده. من دارم زیرشو میگیرم. یه 2-3 روز دیگه پوست اندازی میکنه به یه چشم. چند وقت بار پوست میندازن؟ اصلا یه غذاشون داره. معمولا یه ماهی به بار دو ماهی. میشه دندوناشو ببینیم آها. برای گازه. یه افتخار بده باز. افتخار. اتفاقا من انقدر من بچه بودم گربه بازی میکردم. خودت میشه من. برام نکن بیا ماما. بیا بغل من اون آدم بدیه. نه تو هم دوست شد زنا الان یه گازت بگیرم بخوام. چقدر عجیبه ما رو دست داره هی نکن این
که تو کارتون لئو هم بازی کرده. چقدر انگشتش درازه. این فکر میکنه من درخت. 20 تاش فایده. نره. اینا تو جنگل درخت‌ها میرن بالا. این پرده گوششه از اینجا میشنوه و جالبه بدونین که اینا 3 تا چشم دارن. کجاشونه؟ روی سرشون یه نقطه ریز چشم سه. ولی باش نمیبینه، برای تشخیص نوره، مثل سنسوره. احساس خطر بکنه چیکار میکنه؟ با دمش شلاق میزنه. اسمش هم اسکاره و حدود 3 سالشه. خیلی بزرگتره. There's one more eye on their head and it's like a dot. If you see closely. سلام. Thank you so much. سلام. جوابل کنه خدا. از من نمیره بالا. خدا. میگم بغل خانم میره ثابت وای میسته. آرومه. بغل مامیه تحرک زیاد میشه ورزش کنه. بیا کلش بگیر. ماهان یه رقیب الان براش. ببین اون نقطه رو قشنگ زوم کن. دیگه این حیوان آخره الان برای شما شروع. دارم میبینمش تو فیلم. بغلش هم چیز داره. یه سال گوشاش الان این پرده گوششه. لاله گوش نداره. آره حیوان آخره. اسمش چی بود؟ اسکار. اسکو. بیا اینجوری میکنه بعد میگی چرا حیوان؟ نه این بچه خوبه، این وقتی بچه. با ذوق میگه مار کشتم با افتخار. این مام اخ گرفته. آره فکر کنم تو زنی. کنش نده یه دسته کنش نده. نکن. یه سه بار. وای من پوست با خودم میبرم. خب دوستان خزندگان تموم شد. میخوام براتون میشه یه سیگاری لیسکش ها. بابا قاطم هم موقع حرف میذارم میام اذیت هم میکنم. بیا لیسکش ها رو بزنیم. لیسکش. لیسکش. اسمش شمشاده. لیسکش. لیسکش شمشادی. لیس میزنی منو؟ من نخوری ها. میخوام بهت لیس بدم بخوری. الان میخوام بریم بخوریم شما رو. کله پاچه. چقدر باحالن. هی بریم. میخوام بریم بدم. بیا بخور. بیا گلو بد دار. چقدر باحالن. نه؟ لیسکشان. دیدی من با خزندگان رابطه خوبی نداشتم خب ولی با اینا چی هن؟ اونا خزنده اینا چی هن؟ 4 پا؟ بچه اینا رو بخیال کاج. 4 تا پا دارن دیگه. کاج بیا بیا خیلی جذاب‌تر از ماهانه. کاج ببین تو برو اون بابا تو حال نمی‌کنی تو بیا مامانت آره میاد یهو اذیت می‌کنه. چقدر خوشگله ولی بچه‌ها بوزکش خوشگلیه. بوزکش. خب نگه دارم. آفرین. نه بده بعد من با اینا دفیق شدم آخه. نگاه. دست بیا تو این بکن. نکن پلاستیک سریع میفهمم میخوام بهش دست بذارم. ولش کن. برای همین دقیقه فقط نرمه میشه ازش پتو درست کرد. بچه‌ها رو دقت نکنید من کاپشم پیشم یکم آلفا بودن سخته. سرده. خیلی نرمه میشه ازش پتو درست کرد. چنگره تو خری. من دوست داشتم توسیه رو بگیرم اما خوب نشد. توسیه رو غذا بکنه. یه ذره سردش میاد. آره خدا اینکه هیچی نمیگه خیلی واسم عجیبه. نشسته عادت کردن. سلام میمون اون یکی که اون بالاست اون بالا نکن چه آدم چیزی معلوم میشه آره نشسته. این یکی میمون کندوتره. بیچاره همش تنها اینجا. خب دوستان سفر امروزمون هم تموم شد و به لطف من بهترین چه جای باحالی بود. واقعا لذت بردم. واقعا دستم درد نکن. خیلی سرده و ماهان داره میچاد. خیلی سرده. خیلی داره میچاد. هم یخ می‌ذارم میشم آدم میتونه بتا باشه. به نظرم از آلفا بودن خارج شدم. بر طبق روال همیشگی اون قرار بریم چای بخوریم چون الان واقعا به چای خیلی واقعا نیاز خیلی دارم. بیشتر نیاز به چای الان داریم هممون چون مرسی که نگاه کردید. آره. داشتید چیزی میگفتید. چون برف نشسته اینجا بچه‌ها. آره اون من برف انقدر سرده مثلا نمیشتم خانم الهه داره چی میگه. مرسی که نگاه کردید. امیدوارم خوشتون بیاد. تا یه ویدیو دیگه فلون.
بچه‌ها قبل چای ما تصمیم گرفتیم که ذره خودمون رو سیر کنیم. من گوشتنی پنیر چیز گرفتم. سختیه بچه‌ها همیشه نهان نخوردیم هیچ کدوم. گفتیم نون خامه بزنیم عشق کنیم. من نون اولین بار تو زندگیش الهه خامه خورد و دوست نداشت. من اینطوری هم که مگه خامه میشه؟ نه، خامه شکلاتی دوست داشتم. مگه میشه اصلا؟ داره دیدی دالم چیز عجیبیه. خیلی عجیبه. من میگم من عجیبم. من نیست در جهانم بچه‌ها. از من یه دونه است. خب دوستان طبق روال همیشگی چایی دیدن چایی به منه لذت میبری. چای بسیار خیلی داغوسو. این یکی از اون چیزا نیستش. برای ذرت مکزیکی نیست. روش آره این تاریشه در آب است امید ثمری. چی؟ واو امید ثمری است. جیلت میخواد خیلی داغه. پاسپک نزن اگه چای بگیریم. چای بخرید ماشین میخواد اون بچه من رابطه میزه برم. آره. برای ما میزه. اصلا تو لانچ میکنی. از رانندگی راضی نیستم اصلا. رانندگی نمیکنی لانچ میکنی. سرده بچه‌ها. من یک مرد آلفا هستم ولی کاپشنشو یه لحظه نشون بده. خیلی سردم بچه‌ها. همین چند ثانیه پیش در آورد گفت من واسه اینترو میخوام آلفا باشم. بعدش دوباره کنش برای موتور میاد. بچه‌ها من این حرکات ماهانو اصلا گردن نمیگیرم. اصلا به شما. اصلا نکنی ها. اصلا این جذابی. ما بکنم. بکن. آلفای زمانه است رو بشناس. خب بس بچه سردم شد. خیس بود بچه‌ها یکم نمدار شد. بچه‌ها آقا ماهان لاک پشت دستش آناناس ذوق کردنه، یعنی یه جوری آناناسو گرفته. ماهان گفت ساندویچ مثلا می‌خواد گفت گردن نمیگیره آناناسو. بچه آدم خارجی اومده. Eat the inside. از روسی حرف میزنن فکر نکنم. مجارستانی هم It's kind of a snake that eats mouse. در خارجی هم پشمان بود. It's from Africa and From Africa. اول بین انگشتر رو میشوریم بعد میگی دستو. حالا بعضی میگن این کارو من بکن ولی خب من خودم تنها این کارو نمی‌کنم ولی خب اصولش اینطوریه که اساساً رو بشورید اینطوری هم بکنید. بچه محتوایی که ماهان دنبالشه رو واقعا من دنبالش نیستم. مثلا